سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ اخبار. بیکار بودم داشتم فیلم ایرانی میدیدم. اصلا مثل اینکه فیلم‌های ایرانی هم دیگه نمیشه با خانواده دید. دو تا از فیلم‌هایی که داشتم میدیدم یه سکانس‌های عجیبی داشت. بریم سکانساشو با هم ببینیم. واقعا عجیب بود. پیشنهاد می‌کنم جلو خانواده فیلم‌های ایرانی نبینین. تمام این لامپا رو قطع کن. همه رو قطع. آقا یه دونه اکرم خانم خیلی ناراحت شدم. آذر گفتش که داداشتون گم شده. تو این فیلم اولی که لامصب معلوم داشتم با هم چیکار می‌کردن، چی می‌خوردن اونجا. حالا زود قضاوت نکنیم. بریم سراغ فیلم دوم. اینم گوشی. خانم اسماعیلی. بله. اینو بدم به مالی. جان؟ امور مالی. بله. متشکرم. آقا اینم تایید شد. شما من همه امور مالی. تو فیلم دوم هم که بله دیگه اسم شنیدین، به مال صدا سیما نیستش که. بکن نه دیگه نه، این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. این چه شرایطی آقا؟ به مناسبت ماه رمضونی هم یه فکت زیبا و جالب و مذهبی میخوام بهتون بگم. جالب بدونی که تو ماه رمضون آمار سایت‌های پرمحتوا و پر بازدید به طور میانگین 6% کاهش پیدا میکنه. این کاهش بازدیدن باعث میشه که تو ماه رمضون این شرکت‌های اصلا فیلم‌های پرمحتوا ساز به بدبختی پیسی بخورن، خسارت چند میلیون دلاری ببینن. و البته این از همت برادراست دیگه. ماه رمضونی غذا که نمیخورن، غذا به پایین هم نمیرسونن. دمتون گرم. اینم از اخبار شخماتیک امروز. خیلی خوشحال شدیم، لطف کردین روی این تامنیل شخمیت کلیک کردین، ویدیو رو دیدین، لطف کردین، اصلا خیلی ممنونیم. تا قسمت بعد، برنامه بعد، اخبار بعد، بدرود.